نباید بذاریم خشونت در کودکان ما ثابت و نهادینه بشه. باید جلوشو بگیریم و یاد بدیم چطوری اونو مدیریت کنن و چطوری از این هیجان استفاده کنن. خب بریم با هم دیگه تشخیص بدیم که کودکمون عصبانیه یا نه. رفتارها و خلق و خوش به یک باره عوض میشه. یهو عصبانی میشه، بیقرار میشه، گریه میکنه، احساساتی میشه، ناراحت میشه و قبلا اینجوری نبوده. حالا اصلا چرا کودکای ما پرخاشگر میشن؟ بیایم با هم سبب شناسی کنیم. اما وقتی کودک خورده بزرگتر میشه، انتظار من والد اینه که بتونه خودشو کنترل کنه، مدیریت کنه، یه خورده در به دست آوردن خواستش صبوری کنه، تحمل داشته باشه. تنبیه یه مقوله خیلی بزرگی تو فرزند پروری که قطعا بهتون اونو آموزش میدم. مدت زمان زیادی که والدین خونه نیستن، والدینی که خیلی دیر میان، چون کودک ارتباطو باشون برقرار نکرده قطعا عصبانی میشه. چون من اینو میگم تو باید انجام بدی، نظر من، عقیده من درست فکر میکنم. بعد مثلا مادر میگه که ولش کن بابا، تو یه چیزی گو، بیا این کارو کنی. بعد بچه مونده. اینا چرا با هم تضاد دارن، عصبانی میشه. آقا خانواده‌هایی که از صبح تا شب تلویزیون روشنه، اونم اخبار، چرا میخوای بهش بگی این دنیا خیلی ترسناکه، خیلی وحشتناکه، همه آدما به جون هم افتادن، احتیاجی نیست اینا رو بشنوه. مدام بچه رو تهدید میکنن، قوانین بیش از حد میذارن، بچه رو کنترل میکنن. با همدیگه وارد دنیای شگفت‌انگیز کودکان شدیم و قرار زندگی کردن و حال خوب و ما ازشون یاد بگیریم. پس خیلی با هم کار داریم.